تا حالا شده وارد یه خونه بشی که همه چیزش ظاهراً درست به نظر میاد. مبلمان گرونه، وسایل شیکه، اما یه حس سنگینی یا بی‌نظمی تو فضا هست، طوری که بهت حس خوب و آرامش نمیده. جالبه بدونی خیلی وقتا این حس نه از رنگ نه از متراژ، بلکه از چند اشتباه ساده توی چیدمان میاد که مغز ما خیلی سریع متوجهشون میشه، حتی اگر خودمون ندونیم چرا. سلام، من شهرزادم و اینجا درباره طراحی داخلی از زاویه روانشناسی و حال خوب با هم حرف میزنیم. تو این ویدیو میخوام 3 اشتباه رایج رو بگم که ناخودآگاه حال خونه رو خراب میکنن و مهمتر از اون بگم چرا از نظر روانشناسی این اتفاق میفته. اشتباه اول، چسبوندن مبلمان به دیوار. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها اینه که مبلمان، میز ناهارخوری یا حتی صندلی‌ها همه چسبیده به دیوار چیده میشن، در حالی که مغز انسان برای حس امنیت و آرامش به یک مرکز تعادل تو فضا نیاز داره. وقتی همه چیز به دیوار چسبیده، فضای وسط بیروح میشه و مغز ناخودآگاه حس میکنه این فضا برای تعامل و در کنار هم بودن طراحی نشده. و زمانی که میز ناهارخوری چسبیده به دیوار قرار میگیره، جدای از اینکه دیگه کاربردی و قابل استفاده نیست، مانع از تبادل انرژی و حرکت در فضا میشه. حتی چند سانت فاصله دادن مبل از دیوار میتونه حس فضا رو کاملا عوض کنه. اشتباه دوم، ارتفاعهای نامرتبط و بی‌نظم. این اشتباه فقط مربوط به تابلو نیست. وقتی تابلوها خیلی بالا یا خیلی پایین نصب میشن، آباژورها ارتفاع درستی ندارن، گیاهان همه توی یک سطح قرار گرفتن، چشم نمیتونه یه مسیر طبیعی رو دنبال کنه. در طراحی مغز ما به چیزی به اسم مثلث بصری واکنش مثبت نشون میده. یعنی اختلاف ارتفاعهای حساب شده که چشم رو به نرمی تو فضا حرکت میده. وقتی همه چیز هم سطحه یا کاملا بی ربط به هم قرار گرفته، ذهن حس بی‌نظمی میگیره، حتی اگر خودمون متوجه نشیم. اشتباه سوم، نداشتن فضای خالی یا فضای منفی. خیلی ها فکر میکنن هرچی فضا رو بیشتر پر کنن، خونه گرمتر و شیکتر میشه. اما واقعیت اینه که فضای خالی دقیقاً همون جاییه که خونه نفس میکشه. وقتی بین وسایل فاصله درست وجود نداشته باشه، مغز مدام درگیر پردازش میشه و نتیجهش میشه حس خستگی و آشفتگی. فضای منفی باعث میشه چشم استراحت کنه و ذهن احساس نظم و آرامش داشته باشه. و در آخر باید بگم که طراحی خوب فقط چیدن وسایل کنار هم نیست. خیلی وقتها برای داشتن حال خوب تو خونه لازم نیست وسیله جدید بخریم یا هزینه زیادی بکنیم. فقط کافیه به فاصله ها، به ارتفاع ها و به نفس کشیدن فضا بیشتر توجه کنیم. اگه دوست داری خونت فقط قشنگ نباشه، بلکه واقعا حال دلت رو هم خوب کنه، این کانال رو دنبال کن و نظرت رو برام بنویس. دوست دارم بدونم کدوم بخشش برات جالب تر بود.